بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز و گرامی، در این ویدیو من میخواهم به شاگردان علم یک اعلان مهم را رسانم درباره دو درس نوی که نیت داریم در مدرسه دارالعلم بخارا آغاز کنیم. اما پیش از آن میخواهم کمی در مورد پیشروی های مدرسه دارالعلم بخارا به شما رسانم تا که خرسندی خود را از شاگردان زحمتکشم بیان کنم و این چنین شاید این سبب تشویق شدن دیگر خواهران و مادران گردد. شاید بعضی از شمایان آگاه باشید که از 15 ایولی سال 2024 یعنی همین سال ما درس‌های سال اول دارالعلم بخارا را آغاز کردیم. در این مدرسه من برای شاگردان نقشه 3 ساله تهیه کردم که هر سال 4 تا 6 کتاب‌های مرحله ابتدایی و میانوی را می‌آموزند در فن‌های اساسی که عبارت از نحو و صرف میباشد و تطبیق دادن هر دوی آنها با وسیع ساختن لغت عربی و قوت گپ زدن با مشق‌های گوناگون، این چنین اصول الفقه و فروع فقه حنفی، اصول الحدیث بر منهج محدثین و ریاض الصالحین برای روایت و تربیت، اصول التفسیر و این چنین تفسیر آسان و مختصر و حداقل 2 کتاب عقیده. یعنی که یک گروه شاگردان تا 3 سال میخوانند پیش از آن که گروه نو را قبول کنیم و بعد از به انتها رسانیدن این 3 سال انشاءالله شاگردانی که باقی میمانند من آنها را دعوت میدهم که 2-3 سال دیگر هم بخوانند تا درجه شهادتی عالمیه و در این 2-3 سال اضافگی به آنها یک کتابی درجه از همه بالا، یعنی در هر فن درس داده می شود با زبان عربی تا حد امکانشون و کسانی که صاحب شهادت می شوند یعنی که تمام 5-6 سال را به انتها می رسانند، من خود را خوشنصیب فکر کرده آنها را با خود همکار می سازم و آنها هم معلمه می شوند. البته با 5-6 سال خواندن انسان سزاوار لقب عالم یا عالمه یا مفتیه نمیگردد. ما از این خوب آگاه هستیم و از این چنین لقب ها را حتی به خود نسبت داده حیا میکنیم، اما دین الله مسئولیتی سبوکی نیست و برای هر کلمه ای که میگوییم سخت فردا روز قیامت محاسبه میشویم و عیناً از همین سبب است که طالب علم حقیقی باید از علما سند تعلیم پیش کرده تواند. این سنت علمای اسلام هست که می گفتند سموا لنا رجالکم و این چنین این هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. ما باید این گونه نقشه های تعلیم را آماده کنیم و از این گونه لقب ها استفاده بریم عیناً برای قدر علم دین را به جای آوردن، برای فرق کردن و شناختن انسان جاهل و دعواگر از انسانی که تحت نظارت علما تعلیم یافته است و این چنین در فنهای اسلامی تمرین و مشق کرده امتحان داده به شهادتنامه و اجازه حاصل کرده است. وقتی من در اول در مورد تاریخ علمی خود کمی گفته بودم که در فلان فن شهادت دارم یا فلان کتاب را با فلان شیخ آموختم تا اینکه دلهای شاگردان در اطمینان باشد، بعضی ها برداشت کردن نتوانستند. اما ای مردم، من این را برای تعریف کردن و نمایش دادن خود نگفتم، من این را برای معرفی کردن خود در ساحه علم و تدریس گفتم. این مسئولیت و مجبوری من هست که من باید گویم که از کی و کجا و کدام فنها را آموختم. خلاصه برای شخص عقلمند همین قدرش کافی است. به هر حال فنهایی که در نقشه تعلیمی امساله داخل می شوند اینها هستند تجوید، عربی یعنی مخصوصا نحو، فقه حنفی با کتاب نور الایضاح و مصطلح الحدیث با کتاب امام ابن الملقن التذکره فی علوم الحدیث. در مدت تقریبا 3 ماه با فضل الله ما در فن تجوید ابتدایی 10 درس رو به تکمیل رسانیدیم با یک کتاب ابتدایی که خودم برای شاگردان تهیه کردم با عنوان تیسیر التجوید و در فن عربی ابتدایی 11 درس رو به انجام رسانیدیم با یک کتاب ابتدایی دیگری که خودم برای شاگردان آماده کردم به نام 10 سبق عربی ولله الحمد. هر دوی این درس ها در کانال موجود هستند. شما میتوانید که در همان پلیلیست روید و همه درس ها رو خواهید دید. هر یک کسی که در حق این مدرسه دعا میکند و خیر ما رو میخواهد، الله سبحانه و تعالی شما رو در دنیا و در آخرت موفق گرداند. اللهم آمین. در مصطلح الحدیث تا درس 10 و در فقه یعنی در نور الایضاح تا درس 8 آمدیم. تا حال وقت هست سال به آخر نرسیده است. حاضر شاگردان برای سپاریدن امتحان‌های اولی سال در وقفه هستند و باذن الله از 22 نوامبر 2024 نیت داریم که درس ها رو ادامه دهیم.
اکنون در مورد درس های نو، چون که درسی عربی ابتدایی و تجوید ابتدایی به پایان رسیده است، در فن تجوید ما نیت داریم تا آخر همین سال یکم کتاب تحفة الاطفال از امام الجمزوری رحمه الله را آموزیم و در نحو عربی کتاب استاد محترممون شیخ خالد عبدالعزیز النحو تطبیقی را آموزیم. اما آگاه باشید که کتاب النحو التطبیقی که من در اکران هم نشان میدهم از کتاب التطبیق النحوی شیخ عبدو الراجی فرق میکند. یعنی که یک کتاب النحو التطبیقی هست شیخ خالد عبدالعزیز و یک کتاب دیگر التطبیق النحوی هست شیخ عبدو الراجی. هر دوی این کتاب ها فرق میکنند. بعضی ها هر دوی این کتاب ها رو یک فکر کرده به انتخاب ما راضی نیستند، اما در اصل کتاب النحو التطبیقی خیلی یک کتاب مفیدی است که بین منهج نحوی شناسان قدیم و معاصر جمع کرده است و از یک عالمی که در فن نحو پیش قدمی و تخصص دارد تصنیف شده است. برای خواهرانی که میخواهند کتاب تحفة الاطفال را که نظم عربی در فن تجوید هست آموزند، شما میتوانید توسط شبکه تلگرام با استفاده از سرکه ادمینکه به نامنویسی مراجعت کنید. من این کتاب را از شیخ عبله مصباح که از مصر می باشد آموختم و این چنین برای کتاب النحو تطبیقی شما نیز می توانید از سلکه ادمینکه در تلگرام استفاده برید و برای نامنویسی مراجعت کنید. این کتاب را من از خود مؤلف شیخ خالد عبدالعزیز چون که گفتم آموختم و برای هر دوی کتاب ها یعنی سند دارم. سلکه ادمینکه دارالعلوم بخارا در پایان همین ویدیو موجود هست. در همون سلکه فقط برای نامنویسی درس ها نام پوره خود را پایان کنید و برای اثبات کردن که زن هستید گالوس روان کنید و ادمینکه برای شما در وقتش جواب خواهد داد. علاوه از این دو کتاب نو، درس های مصطلح الحدیث و نور الایضاح تا آخری همین سال ادامه خواهیم داد با کمک الله. از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستیم که ما را در راه علم موفق گرداند و تلاش هایمان را قبول کند و مدرسه ما را از کسانی که شکست و بدی ما را میخواهند حفاظت کند. امین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.